شبیه گوریلی مثلا ببینم جدی؟ به خدا دقیقا تو هم همین شکلی، شاید باورت نشه. خب بچه اینترو چی بگیم؟ این خوبه حاجی، پشمام. آرش بیا. من شبیه عموجانی شدم؟ آره حاجی تمام بیا. اینتروشو بعداً میگیرم، شما که آفش کردید اینتروشو بعداً میگیرم. تو چقدر نمکی کون بلیچ. آه خدا. بریم بریم عزیزم. من باید چیو بزنم؟ باید کی تو من ردیه. اوکی باید بزن. آره داستان این بازی میشه. از این قراره که باید بری بگردی کلید میلید کرا قوه مرا قوه داستان ماستان کد مود اینا همه رو پیدا کنی که در مرا چه اینجوری رو میری؟ آرش تو انگلیسیت خوبه بیا اینو بخون. من انگلیسیم. عرضم به حضورت که نوشته درینکینگ. تو هم انگلیسی دیگه اگه تشنته یه مقداری آب بخور. داداش تو چرا شبیه جغیایی؟ آجی نوکرم بله داداش. این اثرات چیزه، زیاد فکر کردن از 12 شب به بعده. بذار اینا رو بخونیم داداش، صبر کن. داش همشون یه گوه. بیبریم همشون یه گوه. آقا چرا قوه بیار کجا؟ دست من آرش همیشه این چرا قوه نیست. بابا این رادیوه چرا قوه است. رادیوه. سلام خوش اومدید بچه‌ها. خب آرش یکی از دلایلی که داره این که من دو سیستمم خب و سیستمی که رو گیمه میکروفونش الان مشکل خورده متاسفانه. دیروز درست کردم باز امروز مشکل خورده. باید ببینم مشکل از چیه. فهمیدی؟ خب عرضم به درزت که بنده زدم بیرون. 2 ساعت تو گیم ببن حداقل. خب بذار ببندم. من هنوز باورم نمیشه داریم با هم دیگه گیم میزنیم. خب بچه‌ها بنده گیم رو با ذکر مادرفاکر آغاز میکنم. سلام مهدیه خوش اومدی. خب کجا میری دیو؟ بیا نمیدونم بیا داریم میریم دیگه، بک روم دیگه بیا. این درش خب روم سیاره چف میکنه. حالا چطوره قربونت سانی؟ تو چطوری؟ آرش کله تو چرا میدوسی پای می؟ آرش بیا نه برو نه هیچی نگو صدا در نگو. بیا آرش بیا نه یا دنبال ما وقتی یارو میفته دنبال ما. بیا بریم بیا اوکی شد بیا. کلید میلید پیدا کن. گفتم ذکر مادرفاکر یارو عصبی شد. نه بابا داشتی واسه اصلا ترس نداره بابا داد نزن. دهن سرویس. داد دارم میزن. خب ایستامو کم کنم. دیسکو داره بازی دقیقاً. وایسا الان صدام خوب آرش؟ بیا اینجا میگم. چی؟ بیا که ماش کنی. بیا این تو. اینجا چی داریم؟ میگه که باید بریم روم یک. آرش باید بریم کدا رو پیدا کنیم. بریم روم یک کدا. بیا روم 1 و 2 و 3 و 4. روم 3 رفته بودیم ما کدمون رو یادم رفت فردا. بریم رمز گوشیمو بزنم ببینم بازش میکنه یا نه. داش رمز گوشیت که دیگه منطقه تو سگ. این روم 3 اینجا بود. بیا اینجا. پشت سرمه
کسی پشت سرت نیست که. برو گم شو اومد تو اونهاش تبعهم زدی؟ بابا سایبر آرش ترس نداره که بابا، یک جوجه است دیگه. بابا بریم بابا بیا. خب باشه بریم. سلام خوبی؟ بدو بیناموس بدو بابا کشتی گیر نیا کشتی. بابا با زهر مار. برو جان مادرت اینجا قایم شو فقط برو. آرش FTV من مردم. ریدم دهن بوات. مقدار قرصه تپش قلب و اعصاب. داداش منو دارن حامله میکنن، تجاوز 2 نفری دارن رو من انجام میدن. اصلا برام مهم نیست. گویدم من آرش. ای بود ترس نداشت ها؟ حال خرو؟ نه ببین داداش بالاخره کجایی بیام دنبال جنازت بلند کنم؟ من الان باید چیز کنم، یا یه دری پیدا کنم که میگه بیام اینجا که بتونم خودمو زنده کنم. اینجا میتونی. حالا دنبال اون یه جام چیزی دراز میکشه. آرش فرار کن که دیدمت. بودو فقط بودو، هیچ چی نیست آرش، از هیچ چی نترس. دیوس نیو دنبال من. آرش این گیم رو باید با هم باشیم فکر کنم. آره بابا تو بو گا میدی نه چسب من. خود روشنه من چراغ بگیرم دستم که چی بشه بی شرف. داش قرص بده ناموسم. قرص من دارم، بیا بدم. بیا نه قرصام پره نمی. بیا چراغ قوام میبینی دارم میندازم. آره تویی؟ بیا بریم سراغ کد. نه داداش دشمن فرضیه. داداش بریم سراغ کدا. بیا داداش روم 2 الان کد می‌خواست، این کداشون رو گرفتین در آوردین اصلا؟ نه میخواستم برم روم 2. از روم 2 بهم گفتن نرو روم 2 برو روم 3. آها یه چراغ قوت خاموشش کن پیدا کنم دوباره گمت کردم. اینجا نوشته که دست بیکس. اوف توش خود زدو بزن. زد او برو ناموسن اینجا نگی تو صورتم. چیه سشواره؟ اسکنره. نه اسکنر بود. اسکنر ما ایونتوریم چجوری میاد بالا؟ اینجا بینم تو تابلوات اینونتوری آی بزن. میاو. سویلی اومد ها به ناموسم. فکر نکنم ها. دهنه تو گاییده برو. دهنه تو شرف ریدم تو منطقه در بسته چجوری میای تو؟ دهنه تو گاییده. آرش فکر کنم مپ اشتباه انتخاب کردی. من الان یه چیزی دارم میبینم که اصلا ما نداریم همچین چیزاییو. ناش داره میره ولش کن. تخم سگو نکن. کوسکیش مثل ماکارونیه. همون. آرش یکم چپت. نه رفت. بیا رویم توی رومه بیا اینجا. داشت من از گیم شروع هم نکردیم حتی. بذاری رمزی بزنم مثلا 1 2 3 4. ریدم دهنه. آرش ببین ما الان باید مپ ای آرش ریدم بابا. آرش خاک تو سرت نکنم الان فهمیدم اینا اینا رو باید بگیریم دست بریم توی روما عددشو ببینیم عددشو بیام اینجا بزنیم. برو بیا اول باید بریم روم 1 الان یا هر رومی که اومد جلومون. بیا اینجا ببین. آرش دست. بیا خب اینجا روم چنده؟ اجازه روم نبود داداش.
روم نبود اصلا مطمئنی؟ نه بابا یه روم نبود. بذار نگاه بهش بندازم. پاشو دیگه. نه روم نبود. برو 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 بگه الان گیم برامون خیلی ایزی تر شد فهمیدیم چیه. بیا. بابا پاشو بی‌ناموس. کجا رفتی؟ بیا اینجا بابا. زیاد ندو، پشتم نفست بیا. کم میاد استوب میشی. اونجا یه روم بود یادمه اون رو برو، ولی اینجا هم یه بود یا نه؟ دری بعد اینجا بود. آره چراغاتو بیا. بیا همینجا بود. اینجا روم نبود. نه روم نیست. بیا. بابا درو نباید چطوری میبندی رومو؟ بیا نور بندازم فکر کنم اینجا رومه ولی آره اینجا روم 2. خب میشه درو ببندیم. 825. خب صبر کن منم بگیرم دستم. تو هم بگی دستت. 825 درسته؟ 825 خب بیا بریم. روم 2 825. روم 2 825. برگردیم. روم توت. روم باش میشد اینا رو دو عدد جابجا کنی. 2 ساعت نیای. اینجا نیست برگرد. اینجاست. بیا. روم 2 825 میشه این روم 825. ریدی. نه وایسا 0. نه فهمیدم الان. 8.25. درست است. بیا بریم بعدی. بریم روم بعدی. از اینجا که شروع کردیم اینجا نرفتیم مثلا. من میرم اینجا تو برو اونجا. من میرم راست و برو چپ. بله. بابا 1000 تو درست کرد. روم 3 رو پیدا کردم. روم 4 هم من پیدا کردم. خب خوب. ما آقا روم 4 خیلی بد نوشته هاش. یکم 5.20 5.20 0.30 اینجا فکر کنم 0.30 اگه اشتباه نکنم. 5.20 0 و 5 خیلی شبیه هم هاجی پشمام. 5.20 0. روم 4 هم یه 0.30 بزن ببین میاد. صبر کن. 5. آره نریم تا اونجا 1 ساعت. 20. خب این درست خب شد. یکی دیگه روم 4 چند بزنم؟ 0.30 0.30 روم 4. آره روم 4. نه روم 4 0.30. خب اگه این نباشه 10.30 بزن. خیلی عددش نزدیک به هم اصلا مشخص نمیشه. 10.30 درسته؟ خب روم 3 فقط مونده الان. نه روم 1 تو هم اونجا دقیقه وایس ببینم روم 3 روم 1 فقط مونده. یه دقیقه اونجا وایس روم 1 رو پیدا میکنم. باش. به خودم بگردم یکم. تو همون نزدیک باش فقط زیاد دور نشو. من بذارم دور. روم 3 هم که پیدا کرده بودیم هیچی. یا حسین یا امام زمان. بابا زر مور. همون ریدم تو خودم. سویلی صداش داره میاد. روم 1 رو من پیدا کردم. 0.10 روم 1 0.10. آره برگردم. اسکش شبیه سایرن هده. خب برو 0.10. ریدم. 0.10. خب تمام شد. داش اره برقی و بریم چوبا رو باز کنیم. نه بابا یه جایی بود با چوب بسته بودنش.
اینجا هم کارته، بعدم فکر کنم بعد بیام کارت اینجا رو چیز کنیم. آره چوبه آره رو برو چیز برو کنیم. چوبه کجا؟ برو کار چیزا رو پیدا کنیم. چوبه اینجا بود، چوبه اینجا بود. اینجاست بیا. خب حواست باشه. اره کو. برو حواسم به دور بس. آها آرش پشت. آرش یا امیرالمومنین. از هیچ چی نترس. رفت همینجوری داره میره، زیاد فرار نکن، همونجا بمون. بیا رفت. بیا بابا چی رفت؟ یارو خیز برداشت ناکو. بیا منو تو دیوس داره. ببین یه دونه بزن فرار کن. او همه شد با هم بزنی؟ آره باید دونه سویل برو حواسش پرت کن. برو خب بیا بزن. تو برو حواسش پرت کن. آقا گرگه کونکش سلام یا امام زمان. بیا بابا جان بیا. آرش سکونم. یا دیوس میخواد ببره من. برو آقا برو. گم شو برو. باز کردی اونجا رو؟ نه بابا یارو خیز برداشته برام. چیه باز کنم؟ باید قرص اکس یکیشون که تو کون منه. عملیات با شکست مواجه شد. سویل تویی او پایین؟ من بغل این چوبا منم. چرا دراپش کردم اینو؟ بده من. کسخولون بالا چیکار میکنی؟ بیا بابا یارو خیز برداشته بود برام. با گو خورده. بیا بزن. اینم باید بزنم. بس شو دیگه خارتو گاییدم. داداش خیلی اینجا دهنمون سرویس، فقط سریع. چوب گردو استفاده کرده. آره یکم چوباش قوی بوده. بشین. اینم باز کنم که دیگه موقع فرار یارو گیرمون اندازه. من میرم اون طرف ببینم چه خبره. خیلی شجاع شدی جیدن ها سویل. دهنت چته؟ ندیدی وای ندیدی آرش، ندیدی چی دیدم آرش. تو هم دیدی من چی دیدم؟ دهنت سرویس بگو خوب. داداش میدم تو خودم جیخ کشیدم. برگردیم بینم جایی نیست با چوب. اینجا چی ننوشته رو در دیوار؟ من حس میکنم باید برگردیم یه چیزی اینور پیدا کنیم. آره چی بیا. نه اون باید کلید پیدا کنیم. در بسته است. فهمیدم. بیا فکر کنم فهمیدم. کجا بیا؟ این بالا گفته بود که تو به یه چیز نیاز داری. بالا آرش این بر. آرش بالا. خب. آها آره بیا. گفت تو به یه پیشگوشی نیاز داری که درواز کنی. پیشگوشی رو گرفتیم. بیا. واسکو پیشگوشی رو دیگه. بیا. برو. من چپ میرم. من مستقیم میرم. خب پس منم با تو میام چون من نور ندارم کورم. اینجا وارد یه اتاق جدید میشیم. نه برو میافتی پایین میمیری ها نری. برو ولش کن. حاجی صداش میاد. دکمه اسباب بازی گیر آوردی؟ حاجی صداش میاد. به حضرت عباس صداش میاد. خوبه تو جلوی اوکیه. حداقل اول تو رو میترسونم. برو همون مسیر اولی باید میرفتیم. برو. خب برو. چپتو چک کن. ببین این بازی ما تا ته کشونده، پس باید یکی خونه رو چک کنیم. بیا. یا حسین چی شد بالا آوردی؟ نه خواستم تو رو بترسونم. داش این وسط یه چیزی هست به نام نویزگیر دیسکورد. اینا رو نمیتونی بترسونی اینجوری. ای راست میگه
من حالا برای بازی بعدی سعی میکنم میکروفون تو گیممون 100% درست کنم که دیگه مشکل اه، نداشته افتاد. باشیم. چی شد؟ آها کارتو پیدا کردم. یکی از کارتا رو پیدا کردم سویل. بردار. خب بی‌ناموس آره کارت. چی نمیشه خورد؟ بابا تو چرا اینقدر دنبال خوردنی؟ کارتو بردار. خب بیا بابا گرفتم برو. یا ابوالفضل. اول تو برو. برو بابا بدو ببینم. نه تو چیز داری آرش، اما تو چرا قوه داری داداش. بیا یکی اینجاست، بیا اینجا. این بسس باید از بالا بیایم دوباره. ببینم. آره همشون بسس. چقدر کار. بیا دوباره بیا بالا. خونه اول رو رفتیم. پس گوشنه الان برو. فقط دنبال خوردنه. کی؟ خب بابا یه چیزی گفته رو زمین آدم باید چیکار کنه بس؟ والا اونم مخصوصا انسان. مخصوصا انسان ها انقدر میچسبه. صحبت نکن بابا الان میریزه سرمون. میخوای تو برو من برم کارت دیگری رو بردارم. برو. خب کلا 2 تا کارت فکر کنم. نه داداش 4 تا بود. خب برو. جونم آرش تو رو خدا بیا حاجی نورپور ندارم. کورم. سویل صداش میاد. رام دین 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 دین. بردار جان مادر دینه بردار. خب منم یکی دیگه خب. کارتا رو برداشتم. تو برو روم 3 من میام روم 4. یکی دیگه هست داداش. یه کارت دیگه هست و برش داریم. نه روم نه منظورم همون تونل 4. تو الان سومی رو رفتی دیگه آره؟ خب من الان آخری رو میرم. آخری اونی که مستقیم بود. آره تا برگردیم دوباره سراغ اون کارتا. همه چی خوراکی راست میگه آیه سولی بای. هر چیزی که نمیشه خورد دوست عزیز. اینجا این کارتا رو بزنم. خب بریم. حاجی خیلی دارکه. کجایی؟ یه کارت میخواد. صبر کن ببینم. من کارت قرمز رو یوز دادم الان. امیدوارم که پیدات کنم فقط همین. سلام عمو مرتضی. بیا یه کارت دیگه هم تو بذار. برو اونور. خوش اومدی. خود صداش داری. من 4 تا کارت دارم چون نیست. بابا بذار جان عزیزت کارت. سویل اومد. سویل به خود کجاست؟ سرگرمشون. بابا سر چیهش گرم کنم. دایی بیا اینجا دایی. مچ دور قرمز میخواد. میاو. بیا آرش بیا. نه. الان بیا تو درم بی زحمت ببند که ما مزاحم نداشته باشیم. این در رو باز میکنیم. سلام. جلو بیا جلو بگیر تو بر تو این خوب. بوه 3000 تو. اینو بیا. این به در تو میخوره. بیا اینو بخون ببین چیه. من از اونجایی که من انگلیسیم خیلی قویه نوشته که play attention to the lights. اوه فقط لایتسشو فهمیدی الان یا کلش فهمیدی؟ بچه میگه چی؟ میگه که برو منم پشت سرت میام. والا بزن ببین. باگ خورد. نه درست شد. برو. بس. برو. خوب داریم میریم. آره. وایسا. برو سویل. باریکلا. نه نایس. خوب. بیا نایس. خب عددا رو میشه 1 0 0 1 2 3 4 3 2 1. ببین نه 10. بوجی چه عددا چقدر گمه.
اینجا هم یه دونه هشتگ داره. اینجا همش هشتگ دارن. چقدر عجیبه. آره آسانسور بریم. باید کدشو پیدا کنیم داداش. آها. سویل داره درست میگه. سویل چی گفتی تو؟ وایسا. نکن الان. برو یه قلاده که به نگاه بزن. بزن برم. یه دونه اولی بزن 0. خب. خب. الان بهت میگم. خب. میشه 0 رقم 2 5 5 1 3 درسته بیا درود بر مرام، چی؟ درود بر شرف، نوکرم بمانه. درود بر چی؟ رفتیم مرحله بعدی. نکست لول رو بزن. The end.